کاپیتان 30 ساله باشگاه استرافشان و عضو تیم ملی تاجیکستان الهامجان براتوف بهترین فوتبالباز تاجیکستان در سال 2020 اعلان شد. مراسم سپردن جایزه به بهترین فوتبال تاجیک را فدراسیای فوتبال تاجیکستان روز 28 دکامبر برگزار کرد. رستم یتیموف استقلال بهترین دروازه‌بان سال 2020، فردوس چقالوف خوجند بهترین حمایتگر، علیشیر جلیلوف استقلال بهترین نیم حمایتگر دانسته شدند. جایزه بهترین هجوم کننده سال باز هم به الهامجان براتوف داده شد. بهترین مربی سال ویتالی لیفچنکو سرمربی استقلال دانسته شد. فدراسیای فوتبال تاجیکستان رفینا نورموراتووا از دسته بیشکنت را بهترین فوتبالباز در بین زنان، سیاره سعیدووا از زیبانسا را بهترین دروازه‌بان و لیلا حلیمووا از ختلان را بهترین نشانزن لیگ فوتبال زنان تاجیکستان و زیبا قاسمووا سرمربی زیبانسا را بهترین مربی اعلان کرد. حیدرشاه خدادادوف بهترین فوتبالباز لیگ تا 15 ساله ها پیشرفت، کرامت‌الله بارانوف آرزو 2026 بهترین بازیگر سال در بین تا 18 ساله ها و پرویز علیف خوجند بهترین فوتبالباز لیگ جوانان دانسته شدند.